سلام و عرض ادب، خیلی مخلصیم. آقا ورق رنگی امروز شده 7 میلیون، ورق سفیدم 5800. الانم که پاکچوب اعلام کرده که مثل این که توی این هفته 15% دوباره افزایش قیمت داره. حالا اصلا من کاری با این ندارم. اول اینکه الان یه MDF کارت چقدر باید قیمت بده؟ کابینت متری چقدر باید کابینت قیمت بده؟ همکار عزیز، این یک. دوم، ما رفتیم قیمت دادیم، چجور اومدی قیمت دادی متری 6 میلیون؟ آقا من نمیدونم، من پدرم باغ MDF داشته باشه متری 6 میلیون نمیفته. چجور شما رفتی قیمت دادی پشت سر ما متری 6 میلیون؟ ورق MDF رنگی 7 میلیونه، ورق سفیدم که ورق 6 تومنه. یه ورق PVC هم بخوای بگیری واسه زیر سینک و اینا 3 تومن باید پول بدی، جدای از یراق و هزینه کارگاه. هر اون لقمه تو چجور میزنی متری 6 تومن؟ چجوری؟